گبری ردیف استاد عبدالله دوامی. گبر یک واژه جدید در فارسی جدید هست، در فارسی دری، به معنی زرتشتی. گبر که گور یا گاور هم گفته میشه، بعضی ها فکر میکردن که این از کافر اومده، راستش که درست نیست و برمیگرده به یک واژه‌ای که ریشش به معنی مرد هست و به زرتشتیان گفته میشه. بعدها به عنوان یک لغت توهین‌آمیز به غیر مسلمانان اطلاق شد و تمام کسانی که دینی غیر از اسلام دارند. گبری یا گبریانه که یه نسبت یا یانه نسبت به گبر هست، یا واژه گوری لهجه زرتشتیان ایران رو بهش میگن. شاردن در تاریخ خودش میاره که زرتشتیان رو در هند پارسی گوین و در ایران گبر یا گور. گبری از گوشه های مهم تعزیه در ایران به شمار میره که معمولاً کسی که نقش زینب کبرا رو بازی میکنه در این گوشه به اجرا میپردازه. از گوشه های مهم آواز ابوعطا هست، معمولاً بعد از حجاز قرار میگیره، در توالی گوشه های شمالی یا شمالی چهارباغ، گبری و رامکلی قرار گرفته. گاهی برخی اون رو در دشتی هم آوردن به واسطه حالت حرکتیش، میتونه در دشتی هم انگار اجرا بشه و همونطور که بیشتر هم گفته شد شروعش دقیقاً نسبت داره با همون تصنیف عارف قزوینی، تصنیف از خون جوانان وطن لاله دمیده که همچین حالتی داره. فقط این نوت متغیر ر رو درش نداریم. وزیری میگه که گوشه گبری فاقد نوت متغیر هست از درجه 4 شور، یعنی حالا اگر بگیم شور سر از نوت 2 شروع میشه و شاهد در اون تغییری نمیکنه و نخستین ایستش درجه 1 گام، یعنی همون سل هست. بعد میره به سمت 5 گام یعنی نوت ر و بعد با تحریرهای ویژه‌ای برمیگرده به درجه 1 شور یعنی همون سل. گبری دارای حالتی است که بعضی گوشه های دیگر رو میتونیم با حالت اون بنوازیم. با عنوان نمونه مثلا در بعضی از ردیف ها زابل گبری داریم، مثلا در گوشه زابل 4 یا 3 ما اگر اون گردش ملودی که در گبری میبینیم رو اجرا کنیم، گبری زابل یا زابل گبری رو به وجود میاریم. این نظریه مربوط به استاد فرامرز پایبر هست. اشعار گبری بر وزن مفاعیلون مفاعیلون فعولون یا مفاعیلون مفاعیلون مفاعیل که وزن 2 بیتی به شمار میره هست که هزج مسدس محذوفه. در این اجرا استاد عبدالله دوامی مصرع یا لخت 4 شعر حافظ رو در نظر نگرفتند که ای صوفی شرابانگه شود صاف که در شیشه بماند اربعینی، که در شیشه بماند اربعینی رو در نظر نگرفتن و جای اون یک لخت از شعر حاطف اصفهانی رو که به این شکل هست: ای گم شده دل کجات جویم استفاده شده که این برمیگرده به کهنسالی استاد و اینکه شاید اون لحظه این مصرع فراموشش رو شده. دانگ‌هایی که در این قطعه استفاده شدن: دانگ ره میکرون فاصل، دانگ شور هست، دانگ شور سل لا کرون سی بمول 2 و دانگ دشتی 2 ره می بمول فا. مایه نما سی بمول می بمول لا کرون، کوک ستار 2 سل 2، سیم اول برابر با ای بمول یا جی دیز در تیونر کوک شده. فا سل 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 فا ره ره دو ره می فا ره می رم رم دو دور ره دور دور سی سی دو سی سی لا لاس لا سول سی دو ره دور دور سی سی دو ره دور دور سی سی دو ره دور دور سی سی دو ره دور رم ره دور سی لاس لا سی دو دو سی سی لا لاس لا سول سی سی لاس لا سول لا سول.
سی سی دو ره 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 دو سی ره دو ره می ره 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 می فی ره دو سی دو ره دو دو سی دو ره دو دو سی دو ره دو دو سی دو ره می ره سی لاس لا سی دو سی لا سی دو ره دو سی لاس سولا سی لاس لا سول لا سی دو سی لاس لا سول لا سول. ابتدا از نقطه فا و سل شروع میکنیم. حالت اصلی گبری که شبیه خسرو شیرین هست انجام میشه. فا سل سل. اینجا کنده ریز داریم، بعدی کمان ریز داریم، اشاره به عقب و برگشت و بعد ریز اشاره به لا. سل فا دوم میاد ره 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 دو ره می فا ره مفا ایلان مفا ایلان مفا ایل. بعد با تحریرهای عدل که یک به یک میان پایین حالت نشیب دارن ادامه میدیم. می رم رم دو دور ره دور دو سی همینا راست چپ راست چپ ریز دو سی سی لاس لاسون. گوشت اول میاد رو سی سی دو ره دور دور سی سی باز تحریر عدل هست راست چپ ریز که این تحریر در خسرو شیرین هم دیدیم. دو ره دور دور سی سی دو ره دور دور سی سی یک میاد رو دو دو ره دور رم رد دور دوم میاد رو سی سی لاس اشاره سل به سیم زرد. اینو در خسرو شیرین بود مشابه. بعدش لخت دوم دوباره با حالت دیگه‌ای تکرار میشه. لا سی دو سی سی لا لاس دوم میاد رو لا لاس. یه خورده تحریر داشتیم راست چپ راست راست لاس سی حال تحریر عد سی لاس لاس سول راست چپ تکریز سول از سی 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 دو ره 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 دو سی ره. این خیلی شباهت به آواز دشتی داره. انگشت اول میاد روی دو تحریرهای دشتی رو میبینیم. دو ره می ره ره 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 دو. اسم این تحریر رو من دشتی گذاشتم به دلیل اینکه در آواز دشتی زیاد استفاده میشن. راست چپ راست چپ راست راست چپ راست چپ راست راست چپ راست چپ. اجرای این تحریر دشتی هم خیلی اهمیت داره به خاطر اینکه یه دفعه یک راست بین راست چپ ها میفته. راست چپ راست چپ راست راست چپ راست چپ راست راست چپ راست چپ. بعدش انگشت اول میاد رو ره ره میر می ره دوست دو یک دو یک میایم عقب چون همشون اشاره دارن. سی دو ره دو دو سی دو ره دو دو سی. تحریر دشتی کوتاه‌تر یه پله عقب‌تر اجرا شد. انگشت اول میاد رو دو دو ره د میره سی لا سو لا سی دو سی لا لا سی دوست راست 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 چپ راست چپ راست راست ره دو سی لاس رو سول سیم زرد. بعدش سول سی لاس لا سول راست چپ انگشت اول میاد رو لا لا سیل دو سی لاس لا سول سول لا سول راست چپ ریز تک که تحریر عدل بودن اینا. شنیدم رهروی در سرزمینی همی گفتین معما با خدا همین گفتین معما با غریب که صوفی شرابانگه شود صاف
کجا